سلام دوستان، امروز اومدیم با یه آموزش جدید کله پاچه بچه. بریم برای اینکه ببینیم چه جوری درستش کنیم این کله پاچه خوشمزه رو. سلام، امروز اومدیم آموزش کله پاچه بدیم. مواد لازم: یک عدد بچه نوزاد که ما در حال حاضر داریمش، لیمو، نمک، دارچین و زردچوبه و فلفل. مقدار اینا رو توی کپشن براتون میزنم که بچه کار کنید. اول یه ذره آب لیمو میزنیم. آب لیمو رو وقتی که ریختیم یه ذره زردچوبه میزنیم، یه ذره نیاز به فلفل داریم، یه ذره نیاز به نمک داریم و یه کوچولو دارچین. خب زدیم، پاک کردیم، آماده هست. بذاریم توی قابلمه. خب بچه‌ها که گذاشتیم توی قابلمه مواد و ادویه اینا هم که ریز زدیم، البته مقدار ادویه رو توی کپشن اعلام کردم. یه پارچ آب میریزیم داخل قابلمه. بعد بچه رو که گذاشتیم داخل قابلمه، در قابلمه رو می‌بندیم. تا قشنگ خوب جا بیفته. هر یه ساعت یک بار یه نگاهی می‌کنیم و یه همی بهش می‌زنیم که حالا این قشنگ بره داخل قابلمه. در قابلمه کله پاچه رو بستیم که کله پاچه‌مون خوب بپزه و جا بیفته. حالا می‌بینید همونجور که توی تصویر هستش کله پاچه ما کاملا جا افتاده و آماده خوردنه. بفرمایید نوش جان. امیدوارم شما هم درست کنید و طعمش و مزه‌اش خوشتون بیاد.